غم انگیزترین جمله دنیا این عبارته: زندگی نزیسته. زندگی که زندگیش نکردی. من دوستی داشتم سردردهای عجیب داشت و بعد من از خوشرفتاری افراطیش گفتم شاید ریشش در همین سرکوب باشه. زندگیشو مرور کردیم، دیدیم این از پدر مادرش فقط نگهداری میکنه، این کسیه که اگه کسی پول قرض میخواد میده، این کسیه که تو اسباب کشی ها زیر ساید بای ساید داره منفجر میشه، برادرش با آباژور میومد پایین، میدونی این کسیه که همه بار خانواده رو دوی این پدر همه است. و از خودم پرسیدم و از اون که پسر خوب خشمشو کجا میتونه بریزه غیر از درون خودش. و تو سالهاست، شاید 50 سال پر از حرفای نزده ای، پر از محبت گندیده ای، پر از نههای نگفته ای. و بعد شروع کردیم ظرف مدتی او به صورت طبیعی خودشو بروز بده، جاهای نه بگه، جاهای عیسی رو بی‌مورد نکنه و به طرز عجیبی سردردها متوقف شد.